هلو گایز بچه ها یه لحظه این یه تیکه رو گوش بدین. تو بگم خاک کسته کیرم تو ناموست مادر جنده کیرم تو کسته کارو مادر یا پلتفرم مادر جنده. آقا گوش دادین بچه ها، میخواستم این کلیپ رو گرفتم یکی آخر کارهایی که باش میکنم و بذارم. دومی میخواستم بگم که آقا تو رو خدا داخل گیم فوشای ناموسی ندید. یکی میبینه مثلا پدر مادرش رو از دست داده، یه داغ دیده، دوباره داغش رو بچه تازه نکنه ناموسن سر بازی. یارو میاد گیم بده حالش خوب بشه، دوباره حالش رو بد نکنید. همین نکن تو هم که تا آخر عمر دستمون نمیمونه که اینجور مثلا میخوایم فوش بدیم. من بهش گفتم آقا تو فقط بیا پلتفرم. بچه فقط میام پلتفرم باش چیکار میکنم، میام اول بوله پلتفرم میبینم یارش اینجا بود، دیدم یارش فرار کرد. بقیه خودتون ببینید. تابع مورد شده. بزنید این مادر جنده رو شماره دو کار کسته کیرم تو ناموست شماره دو کسته رایت شماره دو کیرم تو ناموست شماره دو کیرم تو ننه جنده شماره دو. بچه اینجا اینو گرفتم، اگه شما هم از این بیناموسه حرومزاده خیلی بدتون میاد و دوست دارین داخل گیم بازی تمیزی داشته باشیم و فوش ندیم به هم دیگه، این ویدیو رو شیر کن به دوستات که این ویدیو پخششه، شاید این فرهنگ شاید جا بیافته. بچه من انقدر سر این دنس زدم که فشاری شد. عشق من تا ویدیو دیگه. بای.